درود بر شما عزیزان. خوش اومدید به این قسمت معرفی بهترین تخمین رتبه کنکور بعد از جریانات تأثیر معدل 12ام 11ام و بعدش هم دهم اگر کنسل نشه. و شما این قسمت میخوایم کلا راجع به تخمین رتبه ها صحبت کنیم و اینکه بهترین تخمین رتبه نزدیکترین و دقیق ترین کدوم. خب بچه من اصلا تو گوگل مثل شما میزنم تخمین رتبه دقیق کنکور. خب ببینیم چی برامون میاره. سایت اول رو قلمچی میاره، سایت دوم رو ام اس بوک میاره مال مهندس جمالی، هیوا رو میاره، گزینه دو رو میاره. اه، دیگه ما تخمین رتبه رسمی نداریم به اون. مثلا این سگام رو داریم واسه ارشد خوبه، من ازش استفاده کردم واسه فوق لیسانس. تخمین رتبه خوبیه. خب بچه من اول از همه این نکته بگم، تخمین رتبه میدونید کارش چیه؟ الگوریتمش شاید یه روزی در سایت وسال کنکور برای کنکور نه 1403 که تمام شد بلکه واسه 1404 خودم یه تخمین رتبه براتون بذارم که دقیق ترین دیتا رو داشته باشه واسه بچههایی که امسال 1402 اه، دانشجو بودن، دانش آموز بودن و 12 پشت کنکور بودن، 403 کنکورشون رو دادن که اون طرف تو سال 1404 بچه ها دیتای نزدیکی داشته باشن. این هم پست ماست توی سایت وسال کنکور. شما بهترین تخمین رتبه کنکور رو سرچ کنید میاد داخل گوگل. و بچه ها توضیح اینو بهتون بدم، تخمین رتبه کارش اینه: کارنامه های بچه های پارسال رو جمع میکنه، تو بهش میگی من فیزیک انقدر زدم، شیمی انقدر زدم، ریاضی انقدر زدم، فلسفه منطق انقدر زدم، حسابان انقدر زدم. میاد کارنامه بچه پارسال نگاه میکنه، ببینه کدوم درصدا به درصدای تو نزدیکتره، کدوم معدل به معدل تو نزدیکتره. حالا اینجا ما باز مال مهندس جمالی با معدل نزدیکتره. شما میای معدل تو وارد میکنی، درصدات هم وارد میکنی. در بک‌اند یا حالا نمیخوام وارد حوزه برنامه‌نویسی بشم، میاد این درصدای تو رو با نزدیکترین کارنامه‌ای که سیستم داره بررسی میکنه. خب ببین، ما هیچ تخمین رتبه‌ای تو ایران نداریم که تمام کارنامه های کنکور سال قبل رو داشته باشه. چرا؟ یه تخمین رتبه داریم مال سنجش مدت محدودی زمان انتخاب رشته، میاد اونم 90% مشاور اصلا نمیدونن ازش استفاده نمیکنن، ولی ما تو انتخاب رشتهمون ازش استفاده میکنیم. دوستان، هیچ کدوم از تخمین رتبه‌های خصوصی این شرایط رو نداره که تمام کارنامه‌های کنکور توش داشته باشه. همه حدودیه. مثلا تو درصدات به رتبه 10,000 پارسال نزدیک بوده، میاد یه کارنامه 10,000 در نظر میگیره، یه 11,000، بعد ببینه درصدای تو به کدوم نزدیکتره، یه عدد تقریبی بهت میده. پس ببین، عدد کاملا تقریبیه، ممکنه 1000 تا 2000 تا بالا پایین بشه، چون آدم اصلا نمیرسه. شما خود مدیر سایت باش، آیا میرسی تمام کارنامه های بچه کنکور رو بذاری تو سایتت؟ نه، مدت زیادی طول میکشه. بعد تخمین رتبه یه جوریه که الان تخمین رتبه سال 1400 مثلا دیگه به درد نمیخوره، تو باید حتما از 402 استفاده کنی. سایت قلمچی 401 بچه ها، و من پیشنهاد میکنم از سایت قلمچی بیاید کارنامه‌های قبولی کنکور بر اساس رشته و دانشگاه اینو نگاه کنید. یه مشاور حرفه‌ای انتخاب رشته اینو به تو معرفه. اینکه چه درصدی زدی دیگه مهم نیست. الان وقت انتخاب مهمتر از نتیجه است. فرض میگیریم رشته تجربیه، دوست داری که دامپزشکی بری، میگیم آقا شهر کرد دامپزشکی وضعیت قبولیش چجوری بوده؟ یه منطقه دو محروم بوده که هیچی، اون محروما رو نباید حساب کنی. یه منطقه یک فعلا یه کارنامه داریم، این حدود درصداشه و میگه آقا رتبت باید 2800 باشه حدودا تو منطقه یک تا بتونی قبول بشه. خب میریم تو شیراز ببینیم، حالا شیراز که سخت‌تره، بریم مثلا راضی کرمانشاه کارنامه‌های خیلی بهتری دستمونه از منطقه یک دو سه. مثلا اینجا یه نفر از اسلام آباد غرب که بومی خود اون منطقه هم بوده، با رتبه 10,000 و رتبه کشوری 33,000 تونسته دامپزشکی کرمانشاه قبول بشه. و این تخمین رتبه معقولیه.
به من اومدم بهت ماهیگیری یاد بدم و نون خیلی از مشاورا رو کساد کنم، نونشو ببرم توی حوزه انتخاب رشته. ولی حالا ام اس بوک که سایت خوبی هم هست و تقریبا بروزترین سایت فعلی ایرانه، چون تخمین رتبه کانون که مال 401 و خیلی هم آرا آنچنان اه، داده هایی نیست که ما بتونیم بهش تکیه کنیم، چون که کنکور 402 هم دادن بچه ها و باید آپدیت میشه. پس قلمچی هیچ سایتی تو ایران به اندازه این قسمت قلمچی فوق‌العاده نیست و خیلی بهت کمک. من مشاورم اینجا رو چک میکنم واسه انتخاب رشته ها. اینو دیگه بهت بگم با 7 سال سابقه و دیگه همه چیزو حفظم، ولی باز اونجا رو چک میکنم. میرسیم به گزینه دو. من خودم زیاد از گزینه دو استفاده نمی کنم بچه ها و حالا شما خودتون میتونید برید استفاده کنید، بررسیش هم نمی کنم. میرسیم به سایت هیوا. سایت هیوا از نظر من بچه، این یه نظر کاملا شخصیه، خب چون هیوا اصلا چیزی به اسم درباره ما نداره و اصلا مشخص نیست از کجاست، کجا اومده. یه قسمت فقط تماس با ما داره اگه دقت کرده باشید و اصلا مشخص نیست مؤسسه است، مشخص نیست کافینت چیه. الان این قسمت تماس با ما داره و یه تلفن فقط. خب پس اینم من میذارم کنار، چون به نظر من مؤسسات دولتی و خصوصی ارجحیت داره. یکی مثل ام اس بوک، مثلا من میگم من مهندس جمالی و چند سالی است که میشناسم و شما اینجا می آقا ما کی هستیم؟ یک مؤسسه قدرتمندیم، تلگرام داریم، اینستاگرام داریم، تیم پشتیبانی داریم، عکس خودش اینجاست، خودش هم برنامه نویسه دیگه. قلمچی هم خب وضعیتش مشخص، بزرگترین و بهترین آزمون آزمایشی کشور رو داره که قبلا معرفیش کردم توی وایسامون. اما اگر میخواید یه تخمین رتبه حدودی داشته باشید، اینجا سایت ام اس بوک خوبه و به زودی حالا خودم هم برسم میدم کارهای برنامه نویسیشو انجام بدم. بچه یه دو تخمین رتبه هم خودم اینجا داخل سایت وسال کنکور میزنم براتون و کارنامه ها رو وارد میکنیم. اینو بهتون بگم بچه ها به عنوان نکته آخر، نمیخوام خیلی طولانی بشه. در کل دوستان عزیز، تخمین رتبه یعنی این درصدهای تو بر اساس کنکور پارسال چه اتفاقی میافتاده. ممکنه کنکور پارسال آسون بوده، طرف مثلا میگم درس ریاضی رو بذارید بگم، همون یه مثال واقعی. خب پارسال وحشتناک سخت بود، امسال هم سخت بود. ریاضی چه تجربی چه انسانی، تجربی که وحشتناک بود. خب آقا تو میای بر اساس 401 تو سایت قلمچی تخمین رتبه میزنی، 30% زدی. خب ارزش 30% 401 402 403 خیلی متفاوته. 402 30%ش اندازه 50% 401 بود. چرا؟ چون سخت بود، چون بچه نتونسته بودن بزنن. تراز یعنی چی؟ تراز یعنی عمل کرده تو نسبت به بقیه. اگه بقیه خوب بزنن، مثل یه درسی تو روانشناسی انسانی، اگه در بقیه خوب بزنن شما 50% هم بزنی تراز خوبی بهت نمیده، مثلا برمیداره بهت میده 7000. چرا؟ چون که از 12000 مثلا، چون که بقیه خوب زدن. ولی بقیه وقتی بد بزنن 30% بزنی همون 7000 رو بهت میده. پس فکر نکنید تخمین رتبه یعنی همون رتبه. نه، هر سال متفاوته، درس آسون و سخت میشه، تعداد شرکت کننده ها متفاوته و کاملا طبیعیه که رتبه تغییر کنه. اینا همش در حد حدود بچه ها، خیلی بهش دل نبندید. هر سوالی داشتید اینجا قسمت کامنت ها به ما بگید.